خب این خیلی جالبه. الان ما داخل تونل نیایشیم توی ترافیک، حالا اینش کار ندارم. یه آمبولانس میخواد رد شه. این آمبولانس تو خط اضطراری میخواد بندازه، ولی باز اونجا هم تو ترافیک گیر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از دوستان و عزیزان با فرهنگ توی خط اضطراری میندازن رانندگی میکنن. بعد چی میشه؟ مسیری که من باید مثلا اینجا یه رو برم 20 دقیقه بخوام برم، به جای اینکه مثلا یه ذره بخواد بیاد روش به خاطر ترافیک میشه 1 ساعت. چرا؟ چون همون دوستی که توی اون لاین الانم انداخته پشت آمبولانس داره میره، آخر این مسیر میخواد بندازه بیاد بپیشه جلو همین ماشینایی که توی صف دارن رانندگی میکنن. واقعا این کار زشته، یعنی اصلا کار ندارم از لحاظ قانونینا زشته. انا اگه من به این دوستانی که توی خط اضطراری دارن میرن، تو لاین اضطراری دارن میرن، فوش بدم، یه سریا میگن چرا بهشون چرا فوش میدی؟ الان یه سوالی که من دارم اینه، به این دوستان عزیزی که توی لاین اضطراری دارن میرن، چه زده آقا عزیز دلم من اینجا رد نشو، الان به اینا چی باید گفت؟ شما بگین چه حرفی مناسب و درخور این دوستان و عزیزانی هست که اینجوری انقدر راحت و بی‌مسئول، اصلا من نمیدونم چی تو ذهنشون میگذره، واقعا چی میگذره. دوستم یه بار یکیشون نگه دارم، آقا چرا این کارو میکنی؟